انسانهایی هستند که دشمن خدا هستند. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. دشمنان من و دشمنان خودتون رو به عنوان دوستان انتخاب نکنید. بحث مهمی است. چرا شیطان دشمن خدا نمیتونه بشه اما انسان ها میتونن دشمن خدا بشن؟ آیات قرآن در این زمینه زیاد هست. مثلا میفرمان که من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. کسی که دشمن خدا باشد. یا زمانی که در مورد استغفار ابراهیم صحبت میشه میفرمان که ابراهیم قبل از اینکه براش آشکار بشه که دیگه پدرش چه موضع گیری تندی بر علیه خدا و دین خدا داره و حاضر نیست که راه حق قبول کنه، فرمود فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. وقتی فهمید که این پدرش دشمن خداست، اینجا بود که دیگه تبرأ منه، ازش تبری جست. پس میگه که عدو خداست. و یوم یحشر اعداء الله الی النار. دشمنان خدا به سوی جهنم حشر کرده میشوند. ترهبون به عدو الله و عدوکم. به وسیله نیروهاتون میتونید دشمن خدا را و دشمن خودتون رو بترسونید. آیات زیاد در این هست. حتی در مورد فرعون وقتی صحبت از فرعون میشه، خداوند فرعون رو به عنوان دشمن خودش معرفی میکنه. یأخذه عدو لی و عدو له. به مادر موسی این گونه الهام شد که موسی را در تابوت بگذار، بنداز در نهر، در رود، کسی اینو میگیره که دشمن من و دشمن اوست. یا وقتی صحبت از شیطان هم میشه میگه که شیطان دشمن شماست. انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست. اما هیچ وقت نمیگه که شیطان دشمن خداست. یعنی این انسان به چه درجه میرسه که از شیطان هم پستر و بدتر میشه که میشه دشمن خدا. خب انسان خدا اونو آفریده، بهش چی مقام و منزلتی داده، بعد این نعمتها را پشت پا بزند، نافرمانی کند، پیروی از کسی کند که دشمن خودش هست، میگه الان دیگه دشمن منی. این قضیه رو باید خوب دقت کرد که شیطان دشمن خدا نیست، دشمن ما هست. اما انسانهایی هستن که دشمن خدا هستن. خطرناک هست. خب این 7 راه کلی شیطان بود که مورد بررسی قرار دادیم. 7 دروازه و دام بزرگ کلی داره که شیطان این دامهاشو پهن میکنه و میخواد شکار کنه. شکارش هم ما هستیم، انسان ها. ابلیس دائما در حال بازبینی دامهایی است که بایستی پهن کنه. بازبینی میکنه که تا حالا چه کار کرده، چه دامی پهن کرده، تونسته این فرد رو گمراه کنه و یا اینکه در آینده باعث چه دام دیگری را پهن کنه. اگه تونست از این دام نجات پیدا کنه، این برنامه دیگه براش داشته باشه. یعنی همیشه در فکر این هست که بازبینی میکنه دامی که قبلا گذاشتم چقدر تأثیر گذاشته، آیا هنوز در این دام مونده، نیازی به دام دیگر نیست، یا اینکه نه، متوجه میشه که این انسان دائما میخواد خود رو از این دامی که پهن کرده توش افتاده خودش نجات بده، میاد دام دیگری را پهن میکنه براش. مثالی میزنم، وقتی که انسان گناه میکنه، غرق در گناه است، الان متوجه میشه که من گناهکار هستم، چه کار کنم؟ میخواد خودش رو از گناه نجات بده، دام دیگری را براش پهن میکنه. میگه بدبخت روسیا، تو چطوری میخوای بدی به طرف خدا؟ خجالت نمیکشی؟ این همه گناه کردی، این همه زنا، جرم، مشروب خواری، قتل، دزدی، همه کار کردی، حالا رود میشه بری بگی که من توبه کردم؟ از مردم شرمنده نیستی؟ مردم چی بهت میگن؟ بعد بری مسجد خجالت نمیکشی؟ بعد یه ریشم بذاری، یه تحریشم مثلا بذاری یا ریشی بذاری. اینجا این دامو پهن میکنه که اونو ناامید میکنه. نگون
دامی که پهن میکنه، از این دام میخواد نجات پیدا کنه، دام دیگه میذاره. ابلیس مدرسه ای داره. این مدرسه در اقصا نقاط دنیا شاخه داره. در هر کشوری، در شمال، در جنوب، در مشرق، در مغرب، در بیابان باشه، قطب شمال باشه، قطب جنوب باشه، هر جا که باشه، جهان سوم باشه، جهان پیشرفته باشه، هر جا که یک انسان وجود داشته باشه، اونجا یه مدرسه‌ای داره، یه شاخه باز میکنه. این مدرسه با این عظمت بزرگی هم مدیر و رئیس این مدرسه خود ابلیس هست. خب این مدرسه هم که درست کرده نه به خاطر اینه که خیرخواه من و شماست، من و شما رو دوست داره، نمیخواد که به ما یاد بده که اونو بشناسیم یا بریم دنبال کار خیر، همدیگر رو دوست داشته باشیم. نه، یه برنامه دیگه داره. چرا که شیطان دشمن قسم خورده ما انسان هاست. قسم یاد کرده، اعلان کرده که این دشمن من، خودشو ما رو باره دشمن خودش میدونه، دشمن ما هست و ما رو دشمن خودش میدونه، اما عجیب است که ما اونو دشمن خودمون نمیدونیم، ازش پیروی میکنیم. قسم یاد کرد، گفت به هر نحوی شده من اینو گمراه میکنم، چپ راست، از جلو از پشت سر، هر طور شده من باید اینها را گمراه کنم. و در نتیجه گفت چی؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، و بیشترشون شکرگزار نخواهی یافت. چرا شکرگزار نخواهند بود انسان ها؟ چرا که ناشکری مهمترین دروازه است که یکی از دروازه‌های بسیار مهم شیطان هست که بتونه انسان را از خدا دور کنه، ناامیدش میکنه. ناشکر وقتی شد نعمت از خدا نمیدونه، موقع سختی ها روی به خدا نمیاره، موقع خوشی هم که خدا را نمیشناسه، در نتیجه از خدا دور میشه. در این مدرسه‌ای که شیطان داره، این شاگردانی هم داره که این شاگردان احیانا میشن استادشون، که دیگه یک شاگرد کوچیکی میشه ابلیس بزرگ در پیشگاه اینها. در پیشگاه بعضی از انسانها ابلیس بزرگ بایستی پای تلمذ، زانوی تلمذ بزند در برابر اونها. شاگرد کوچیک اونهاست دیگه. و میبینیم دیگه، چون که شیطان هیچ تسلطی بر انسان نداره، اما این انسان هست که میاد به زور اونو میخواد وادار کنه به یک چیزی، بهش تهمت میزنه، افترا میزنه، دروغ میبنده، شکنجش میده، زندانش میکنه، مالش مصادره میکنه، انواع تهدیدات میکنه، میکشدش. همین اینها به کار میبره. کارهایی که میگه که شخصی گناهی کرد، بعد گفت لعنت خدا بر شیطان باد. میگن که شیطان گفت که لعنت خدا بر تو بود، من اصلا نمیدونستم این گناه چگونه باعث انجام داد، اگه تو این انجام ندادی من اصلا نمیدونستم. پس انسانهایی هستن که فریب شیطان رو میخورن، بعد اینقدر گمراه میشن که از استاد خودشون هم گمراهتر میشن، استادتر میشن. خب در برنامه آینده انشالله ما صحبت بیشتری خواهیم داشت که اولین اون گام های کلی رو گفتیم، رو میریم توضیح میدیم که شیطان از کجا شروع میکنه این دامی را که پهن میکنه، در کجا میخواد رخنه کنه، کجا را بگیره، کجا را اشغال کنه، که وقتی اونجا را تونست برای تصاحب این مکان دام ها را پهن میکنه، وقتی که اونجا گرفت دیگه راحت میتونه انسانو به طرف گمراهی بکشونه. برنامه بعد تا اون زمان همه ما در حفظ و پناه خدا دائما به خداوند شر شیطان رانده شده پناه ببریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.